إخوة سكنوا الفؤاد وبلسام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، درس امروزه ما دوام شرط هشتم کفر با طاغوت است. چون که در درس گذشته گفته گذاشتیم که ان شاء الله سران طاغوت را ان شاء الله بیان میکنیم. در رؤوس الطواغیت یعنی سران طاغوت ها. علما گفتن که طاغوت ها زیاد هستند، اما رئیسان طاغوت یا بگیم سران طاغوت 5 تا هستند. چون که در درس کنه هستیم ان شاء الله تعالی و حالتش شرح و توضیح میدیم. اولا الشیطان داعی الى عبادت غیر الله. اولین طاغوت این شیطان است که مردم را فراد میکنه با طرف عبادت غیر از الله، با طرف شرک. چرا شیطان را اول آوردن؟ زیرا که این طواغیت که دیگر که هست طاغوت شدن بناء بر عبادت شیطان. شیطان را عبادت کردن، گپ شیطان را گرفتن، اینا طاغوت شدن. از این لحاظ کلانترین طاغوت یکی از شیطان است که مردم را به طرف عبادت غیر از الله فریاد میکنه. و شیطان طاغوت است و البته از همه طاغوت کلانترین شیطان است. الله متعال در سوره یاسین آیه 60 میفرماید: استعوذ بالله الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. و از شما عهد نگرفتیم ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، ای که شیطان را عبادت نکنی، در حالی که شیطان دشمن اشدی شما است. الله متعال شیطان دشمن ما و شما حساب میکنه که شیطان چه است؟ دشمن ما و شما است. پس از این آیت قرآن معلوم میشه که شیطان کسی است که مردم را به طرف عبادت غیر از الله فریاد میکنه. دومین الحاکم المغیر لاحکام الله. آن پادشاه یا پرزیدنتی که احکام الهی را تغییر میده، اینم طاغوت است. مثلا الله متعال در قرآن میفرماید که السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، یعنی زنی دزد و مرد دزد را دستش ببره. شریعت در حق دزد همه چیز را بیان کرده که دزد باید دستش بریده شود. اما این پرزیدنت یا این کسی که قانون تغییر میده او چیکار میکنه؟ او میگه که ما در عوض دستبری چیکار میکنیم؟ زندان میکنیم. حکم الله را چیکار میکنه؟ تغییر میده. حکم الله را تغییر میده، قانون الله را دیگه میکنه با گفتی خودش. و قانون الله را دور میکنه، در عوضش دیگه قانون را ایجاد میکنه. از این لحاظ این شخصیت طاغوت شدگی است که الله متعال در نسبت این شخصیت ها در سوره نساء آیه 60 میفرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ای محمد، آیا نمیبینی این کسایی را که دعوا دارن که ما ایمان داریم با اونچه که به تو نازل شد از جانب الله و اونچه که قبل از تو نازل شد با تورات و با زبور و با دیگه صحفه‌ای که الله متعال برای دیگه پیامبران رمان کرد، ما با اونها ایمان داریم. علاوه بر اینکه میگه ما با اونها ایمان داریم، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، باز اینها اراده دارن که برن طرف طاغوت، حکم را به طرف طاغوت ببرن. نیاکن الله متعال در اینجا کسی که حکم الله را تغییر دادگی است او را طاغوت میگه که در مفسرین میگن کعب بن اشرف یهودی است که بغیر قرآن و سنت از پیش خودش حکم میبرد و حکم میکرد. وقت امروا ان یکفروا به، در حالی که الله میگه ما اینها را امر کردیم که کفر کنن با طاغوت. با او کسایی که قانونهای الله را تغییر میتن، در عوض دستبری زندان میارن، در عوض شلاق و سنگسار زندان میارن، با اینها باید چه کنن؟ کفر کنن. الله امر کرده مؤمنین که کفر کنن. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان میخواد که اینها را در گمراهی عمیق باندازه. از این آیت قرآن معلوم شد که آن کسانی که تغییر میتن قانون الله را، چه حاکم باشه چه غیر حاکم باشه، هر کسی که تغییر میتن قانون الله را، دیگر قانون ایجاد میکنه یا دیگر قانون قبول میکنه، او شخص طاغوت میشه. سومین الذي يحكم بغیر ما انزل الله، آنی که بغیر قرآن و سنت حکم میکنه. مثلا در
سرزمینی که در او قرآن و سنت هست او جمعیه قرآن و سنت دور میکنه، در عوض دیگه قانون میاره. مثل که سوسیالیسم قانون خچواد، کمونیسم قانون خچواد، امروز دموکرات قانون خچ میاره که امروز میبینن که در تاجیکستان در عوض که با قرآن و سنت حکم کنن که دعوای اسلام میکنن، در عوض او دموکراتی را آوردن. یعنی اینها با غیر قرآن و سنت حکم کردن. از این لحاظ اینا شدن طاغوت شدن. چنانکه که الله متعال در سوره مائده آیه 44 میفرماد که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کسی که حکم نمیکنه با چیزی که الله نازل کرده است، اونها که هستن کافران هستند. از اینجا معلوم شد که پرزیدنت تاجیکستان و تمام پرزیدنت هایی که با دموکرات حکم میکنن اونها چی هستن؟ کافر هستن، بلکه طاغوت هستن. طاغوت هستن و کافر سرسخت است. چهارمین الذی یدعی علم الغیب من دون الله. هر کسی که دعوای علم غیب کنه او طاغوت است. هر کسی که دعوای علم غیب کنه او چی است؟ طاغوت است. مثل جادوگرها، مثل فالبینا، مثل کسایی که گرمی و خنکی میکنن، اونها چی هستن؟ طاغوت هستن. چنانه که الله متعال در سوره نمل آیه 65 میفرماد که نستعیذ بالله قل لا يعلم من في السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون. الله متعال میفرماد که بو که اون کسانی که در آسمان ها و زمین ها هستن اونها غیب نمیدونن مگر الله غیب میدونه. و اینا چون نمیدونن در کجا مبعوث میشن، کی از زمین بلند میشن یا کی بالا میشن. اینا نمیدونن، حال خودشون به خبر هستن، کجا که غیب بدونن. کسی که دعوای علم غیب میکنه او چی است؟ طاغوت است. پنجمین ما یعبد من دون الله و هو راضی. هر کسی که عبادت شوه و او راضی باشه. مثلا بعضی از صوفیا را میبینیم که در کریستال شتگی هستن و دیگر کسا میان در پیششون سجده میکنن و قربانی میکنن و از او شفا طلب میکنن و برای پیرش سجده میکنن و پیرش راضی است در کاری که مریدش میکنه. همین پیرش طاغوت میشه. یا یکی شیعه های مشرک ببینید چقدر در پیش آخونداشون سجده میکنن. اعوذ بالله من ذلک. الله متعال در آیات قرآن در سوره انبیاء آیه 29 میفرماید که نستعیذ بالله و من یقول منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین. کسی از اینا میگه که ما اله هستیم غیر از الله، دعوای الهیت میکنن، دعوا میکنن که اله من هستم، من عبادت کنه و الله را عبادت نکنه. الله میگه ما اینها را جزا میتیم. چه جزا؟ جهنم. اینا را در جهنم میاندازیم. کسایی که مردم را عبادت میشوند و راضی هستند در عبادت مردم. و همچنین ما جزا میتیم ظالمین را. الله متعال در آیه قرآن فرمود که اون کسانی که عبادت میشوند و راضی هستند این شخصیت را ما در آتش جهنم میاندازیم و ظالمان را ما هم خیر جزا میتیم. الله در آیه قرآن فرمود. از این معلوم شد که کسایی که عبادت میشن با پس چی میشه؟ طاغوت میشن. مثلا یک شخصیت زید نام داره. زید در اینجا بلند ایستادگی است، یک شخصیت دیگه میاد سجده میکنه زید را، یا بو زمیاره به خاطر همین زید قربانی میکنه، یا یکی برای زید صلوات میفرسته، یا یکی دعا میکنه یا دعا طلب میکنه برای زید، یا یکی بگیم زید را عبادت میکنه و زید که هست از کاری که همین مردک در پیش کرده راضی است. زید در این حالت چی میشه؟ طاغوت میشه. زیرا که زید عبادت شده است و زید راضی است که همین مردک این را عبادت کنه. در این حالت زید چی میشه؟ طاغوت میشه. پس این بود سران طاغوت که برای شما بیان کردیم. کفر با طاغوت که گفتیم لازم است برای ما کفر با طاغوت داشته باشیم، تمام اینها را ما باطل بدانیم و عبادت های اینا را باطل بدانیم و کسی که اینا را عبادت میکنه اینا را باطل بدانیم. و صفت کفر با طاغوت یعنی چگونه باید ما با این طاغوت ها کفر کنیم و چه کفر با طاغوت کنیم. ان شاء الله تعالی در درس آینده برای شما مفصلا بیان میکنیم باذن الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.